سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: ادعای نادرست رژیم پاکستان مبنی بر تصرف منطقه‌ای در ولسوالی توربیه پکتیکا، صحبت تلفنی رئیس وزرای امارت اسلامی افغانستان با نخست وزیر مالزیا در مورد تحولات منطقه‌ای و دیدار ولیعهد عربستان سعودی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین. امروز شنبه 8 ماه حمل سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مالی خان صدیقی معاون لوی درستیز قوای مسلح روز گذشته از منطقه در ولسوالی توربیه ولایت پکتیکا دیدن کرد که برخی صفحات رژیم نظامی پاکستان تبلیغات دروغین مبنی بر تصرف آن منتشر کرده بود. وزارت دفاع ملی تاکید می‌کند که این منطقه به طور کامل تحت کنترل نیروهای دفاعی افغان قرار دارد و گزارش‌های منتشر شده دشمن بی‌نهاد است. با گفته این وزارت، نیروهای دفاعی افغان به دفاع از تمامیت ارضی کشور متعهدند و به هیچ صورت از یک مشت خاک کشور خود نخواهد گذشت. ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای امارت اسلامی افغانستان در یک تماس تلفنی با داتو محمد انور ابراهیم نخست وزیر مالزیا در مورد تحولات منطقه‌ای به ویژه وضعیت اخیر میان افغانستان و پاکستان گفتگو کرد. ملا محمد حسن آخوند با تاکید بر اینکه امارت اسلامی افغانستان بر حل مشکلات از طریق تفاهم و همکاری مشترک باور دارد، افزود که افغانستان با توقف عملیات دفاعی در جریان عید به درخواست عربستان سعودی، ترکیه و قطر حسن نیت خود را ثابت کرده است و اظهار داشت که خشونت به نفع هیچ طرف نیست و باید برای حل مشکلات از حکمت و عقلانیت کار گرفته شود. رئیس وزراء در ادامه نگرانی خود را از تشدید تنش‌ها در منطقه در پی حملات آمریکا و اسرائیل بر ایران ابراز کرده است. در پی بارش شدید باران و وقوع سیلاب در چند روز اخیر در ولایت هلمند خسارات سنگین مالی بر مردم وارد شده است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هلمند میگویند که در ولسوالی‌های نهر سراج، سنگین، نوزاد، باباجی و موسی-قلعه 78 خانه و صدها جریب زمین تخریب و ده‌ها رأس مواشی تلف شده است. به گفته مسئولان، افراد آسیب دیده به موقع به مناطق مسئول منتقل شدند. و در اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرده است. خبرگزاری سعودی گزارش داده که دو طرف درباره روابط دو جانبه، تحولات اخیر منطقه به ویژه خشونت‌ها در خاورمیانه و بحران اوکراین گفتگو کردند. این در حالی است که پیشتر ولادیمیر زلنسکی گفته بود که اردوی اوکراین صدها متخصص طیاره‌های بی‌سرنشین را به خلیج اعزام کرده تا در بخش خنثی‌سازی و جلوگیری از طیاره‌های ایرانی کمک کنند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.